با درود به همه برادران و خواهران و همه عزیزان در هر جای دنیا که هستید، امیدواریم حالتون خوب باشه. امروز هم مثل روزهای قبلی و درسهای قبلی درس مهمی رو داریم. امیدواریم که این درس‌ها بتونه به شما در شناخت حقیقی کتاب مقدس کمک بکنه و بتونه برای سوالهای شما پاسخ خوبی باشه. امروز درس مهمی رو داریم. اسم این درس تدریس کتاب مقدس در رابطه با زندگی و مرگ هست. اکثر ما در رابطه با زندگی و مرگ فکر کردیم، پاسخهایی رو داریم از تفکرات خودمون، اما امروز جمع شدیم و امروز داریم به این فایل صوتی گوش میدیم تا پاسخ کتاب مقدس رو و تدریس صحیح کتاب مقدس رو از این موضوع دریافت بکنیم. وقتی که کوچکتر بودیم نمیتونستیم کارهایی رو انجام بدیم و بارها شنیدیم که به ما گفته میشد شما قادر به انجام این کار نیستید. ما نمیتونیم صبر بکنیم تا سنمون خیلی بالاتر بره تا بتونیم یه سری از کارها رو انجام بدیم. ما وقتی که پیر میشیم قدرتمون رو از دست میدیم. حتی در میان سالی اون قدرت و سرعتی که در جوانی داشتیم برای حرکت کردن و فکر کردن نداریم. زندگی ما در مسیر پیر شدن سپری میشه و ما قطعاً میدونیم که یک روزی میمیریم. در کتاب مزمور باب 90 نویسنده این مزمور بسیار زیبا در آیه 10 می نویسه عمر ما 70 سال است و اگر قوی باشیم شاید به 80 سال برسد، ولی در طول این مدت چیزی جز درد و رنج نصیب ما نمی شود. هر آن ممکن است عمرمان به سر آید و به عالم دیگر پرواز کنیم. همه انسان ها می میرند. حقیقتیه که تنها امر مسلم در رابطه با زندگی ماست اینه که یک روزی می میریم و ما هم برای این پیر شدن و مردن هر روزمون رو سپری میکنیم. اما شاید سوالی در ذهن ما باشه چرا اینطور شد؟ چرا همه ما پیر میشیم و در نهایت میمیریم؟ برای دونستن این جواب باید به بخشای اول کتاب مقدس رجوع بکنیم، در رابطه با اولین مرد و زنی که روی زمین بودند. در رابطه با خلقت دنیا، خدا جهان رو به صورت مکانی بسیار زیبا و دلپذیر برای زندگی انسانها آفرید. خدا ابتدا گیاهان و حیوانات رو خلق کرد و در نهایت وقتی که همه چیز آماده شد خدا آدم، مرد، انسان اول رو آفرید. در کتاب پیدایش باب 2 آیه 7 میخونیم که آنگاه خداوند از خاک زمین آدم را بسرشت. بدن انسان با مهارت شگفت انگیزی شکل گرفت. اما اون چیزی که ما تا اینجای این آیه خوندیم یک جسم بیجانی بود که روی زمین افتاده بود. میتونیم راحت اون رو تصور کنیم. بعد چه اتفاقی افتاد؟ قسمت دوم آیه: خدا در بینی وی روح حیات دمید و آدم نفس زنده شد. انسان شروع کرد به نفس کشیدن. او دیگه الان زنده است. او میتونه ببینه، بشنوه، فکر کنه و احساس کنه. مطمئناً او شگفت انگیزترین چیزی بود که خدا خلق کرده بود. آیه 8 رو ادامه میدیم. در آیه 8 میخونیم: پس از آن خداوند در سرزمین عدن واقع در شرق باغی به وجود آورد و آدمی را که آفریده بود در آن باغ گذاشت. آدم تنها بود. در آیه 17 میخونیم که خدا به آدم اجازه میده تا از هر نوع میوه‌ای که در باغ وجود داره میتونه استفاده بکنه به غیر از یک درخت و اون درخت شناخت نیک و بد بود. خدا او رو خطاب میکنه و چیزی رو در قسمت دوم آیه 17 بهش بیان میکنه. بهش میگه اگر از این میوه بخوری مطمئن باش که خواهی مرد. همطور که گفتیم آدم تنها حیوانات رو برای مصاحبت داشت و اونها نمیتونستن اونطوری که آدم میخواد فکر کنن. در نتیجه او تنها بود. در آیه 18 میخونیم که خدا فرمود
شایسته نیست آدم تنها بماند، باید برای او یار مناسبی به وجود آورم. در آیه 21 تا 23 میخونیم که چگونه خدا آدم رو به خواب برد و از یکی از دنده های او یک موجود دیگر رو خلق کرد به نام حوا و زن از دنده مرد به وجود اومد. کسی که با آدم میتونه زندگی مشترکی داشته باشه و آدم در کنار او تنها نباشه و تنهایی رو احساس نکنه. در باب 3 کتاب پیدایش داستان داره تغییر میکنه. داستان داره شکل دیگری میشه. آدم و حوا با هم در باغ عدن زندگی میکنن و فرمان خدا همچنان برای اونها هست. باب 3 آیه 1 تا 13 به ما میگه که چگونه اولین زن یعنی حوا فرمان خدا رو با گوش دادن به حرف مار زیر پا گذاشت و چگونه آدم از فرمان خدا سرپیچی کرد. با سرپیچی اونها از فرمان خدا اونها مرتکب گناه شدند و همونطور که از قبل خدا به اونها گفته بود مزد گناه مرگ بود. آدم و حوا هم دقیقاً به این حکم گرفتار شدند. خدا در کتاب پیدایش باب 2 آیه 17 گفته بود که اگر از اون میوه بخورن مطمئن باید باشند که خواهند مرد. مجازات اونها چی بود؟ در کتاب پیدایش باب 3 آیات 14 تا 19 در رابطه با این مجازات صحبت میکنه. مار به خاطر اینکه باعث دردسر شد مجازات شد. آدم و حوا به مرگ محکوم شدند و از باغ عدن بیرون رانده شدند. هرچند که اونها برای مدت طولانی بعد از این اتفاق زندگی کردند، اما آدم و همسرش مرگ رو به وجود آوردن و اونها درست مثل ما دچار خستگی، بیماری، پیری و مرگ شدن. کلام خدا قطعی بود. کتاب پیدایش باب 3 آیه 19 خدا به اونها گفت سرانجام به همان خاکی که از آن به وجود آمدی باز خواهی گشت، زیرا تو از خاک هستی، من تو را از خاک بسرشتم، پس به خاک باز خواهی گشت. خیلی جالبه که ما همیشه تو ذهنمون داشته باشیم که خدا چگونه آدم رو بسرشت. حتما یاد داریم که خدا آدم رو از خاک زمین بسرشت و در بینی وی دمید و او نفس زنده شد. همه انسان ها نفس زنده رو دارن، یعنی نفس زنده هستن، اما زمانی که تنفس می ایسته زندگی از بدن خارج میشه. میخوایم بریم به کتاب جامعه، چند آیه در کتاب جامعه رو با هم بررسی بکنیم. کتاب جامعه باب 9 آیه 5 و 6 رو با هم مطالعه میکنیم. در اینجا می نویسه از آن رو که زندگان می دانند که باید بمیرند، اما مردگان هیچ نمی دانند. برای ایشان دیگر اجرت نیست، چون که ذکر ایشان فراموش می شود. هم محبت و هم نفرت و حسد ایشان حال نابود شده و دیگر تا به ابد برای ایشان از هر آنچه زیر آفتاب کرده شود نصیبی نخواهد بود. یا در مزمور 146 آیه 3 و 4 در اینجا می نویسه بر رؤسا توکل مکنید و نه بر آدم که نزد او اعانتی نیست. روح او بیرون می رود و او به خاک خود بر می گردد و در همان روز فکرهایش نابود می شود. خیلی زیبا کتاب مقدس در رابطه با مرگ توضیح میده. اگه بخوایم چشممون رو باز بکنیم و گوشامون رو باز بکنیم تا پیغام حقیقی کتاب مقدس رو دریافت بکنیم، بسیار راحت میتونیم بفهمیم که حقیقت چیست. با هم کمی جلوتر میریم. در رابطه با گناه و مرگ در جهان صحبت میکنیم. پولس رسول به ما در درک چگونگی تأثیر این موضوع در زندگی ما کمک میکنه. در رومیان باب 5 آیه 12 پولس چنین مینویسه وقتی آدم گناه کرد، گناه او تمام نسل بشر را آلوده ساخت
و باعث شیوع مرگ در سرتاسر جهان شد. در نتیجه همه چیز دچار فرسودگی و تباهی گشت، چون انسانها همه گناه کردند. آدم و حوا گناهکار شدند. ما فرزندان اونها هستیم. در نتیجه ما هم گناهکاریم. طبیعت ما طبیعتی گناه آلوده. همونطور که پولس هم در نامه‌هاش می‌نویسه، ما طبیعتاً فرزندان نااطاعتی هستیم. مانند پدرانمان، مانند پدرمون آدم، ما هم گناه کردیم و مانند او خواهیم مرد. این تقصیر ما نیست که طبیعتی گناه آلود داریم و قطعاً این موضوع تقصیر خدا هم نیست. این تقصیر آدم و بدبختی ما بود. خیلی نادان هستیم اگر خدا رو مقصر بدونیم. در عوض باید او رو شکر بگیم. باید از او متشکر باشیم که یک شانس دوباره برای زندگی کردن به ما داد. شانسی که به هیچ وجه استحقاق اون رو نداشتیم و ما باید از او به طور ویژه تشکر بکنیم، چون که او به ما راه فراری از گرفتاری ها و ناامیدی ها به ما نشون داد. ما توسط خون عیسی مسیح تولدی دوباره رو دریافت کردیم. تولدی که با یک طبیعت گناه آلود مقصر متفاوته. اما اگر از راه فراری که خدا به ما نشون داده و پیشنهاد کرده غفلت کنیم، لایق سرزنش زیادی هستیم. یکی از مهمترین چیزهایی که امروز میخوایم در موردش صحبت بکنیم این هست که ما خیلی به خودمون علاقه‌مندیم. کتاب مقدس از علاقه زیاد خودمون صحبت میکنه. این علاقه خیلی در کتاب مقدس به ظرافت به نگارش در اومده. به صورت مثال باید بریم به اول سموئیل باب 18 آیه 1 رو بخونیم. در اینجا در رابطه با علاقه زیاد یوناتان به داوود صحبت میکنه. علاقه‌ای که با صحبت کردن داوود نزد شاول پدر یوناتان هست. در اینجا می‌نویسه در همان روز بعد از گفتگوی شاول با داوود، یوناتان علاقه زیادی به داوود پیدا کرد، به حدی که او را به اندازه جان خویش دوست می‌داشت. خیلی جالبه که مسئله که در کتاب مقدس اومده مسئله بزرگی است در این رابطه و مسئله جان خود را دوست می‌داشت هست. همه ما روح و جان خودمون رو دوست داریم. پولس در افسوسیان باب 5 آیه 29 می نویسه هیچ کس هرگز از بدن خود متنفر نبوده است، بلکه به آن غذا می دهد و به آن توجه می کند، یعنی همان کاری که مسیح برای کلیسا می کند. اگر ما به خودمون توجه نکنیم که چی می خوریم و چی می نوشیم، خیلی زودتر می میریم و خیلی زود قدرتمون رو از دست می دیم. البته این علاقه بعضی اوقات طوری میشه که بر ما درد سرساز میشه. برمیگردیم به داستانمون، به کتاب پیدایش. دروغ مار رو میخوایم بررسی بکنیم. کتاب پیدایش باب 3 موضوع اولین اشتباه و اولین گناه بشر رو صحبت میکنه. حوا با مار صحبت میکنه و دروغی رو باور میکنه که باور این دروغ از علاقه زیاد حوا به خودشه. مار به آدم و حوا میگه که شما میتونید از درخت بخورید. اونها به مار پاسخ میدن که ما نمیتونیم، اگر این رو بخوریم خواهیم مرد. اما در کتاب پیدایش باب 3 آیه 4 مار به اونها پاسخی رو میده که اونها دوست داشتن بشنون. مار به اونها میگه مطمئنا نخواهید مرد. یک دروغ بود، اما حوا ترجیح داد که این رو باور کنه. او ترجیح داد دروغ مار رو باور کنه تا اینکه چیزی که خدا بهش گفته اعتماد بکنه. بشر همیشه باور کردن دروغ مار رو انتخاب کرده و داستانهای خیلی زیادی رو در رابطه با مرگ ساخته، به جای اینکه کلام خدا رو باور بکنه. خدا به ما میگه ما از خاکیم و به خاک بر میگردیم. این نشون میده که علاقه زیادمون به خودمون باعث میشه داستانهایی رو برای خودمون به تصویر بکشیم که البته با حقیقت کلام خدا متفاوته.
دقیقاً کاری که حوا کرد. او دروغ مار رو ترجیح داد به حقیقتی که خدا بهشون گفته بود. موضوع خیلی مهم. تعلیمات کتاب مقدس به صورت ساده و شفاف برای ما نوشته شده. برمیگردیم به کتاب جامعه باب 3 آیه 19 رو با هم میخونیم. در اینجا می نویسه: از این گذشته عاقبت انسان و حیوان یکیست، هر دو جان میدهند و میمیرند، پس انسان هیچ برتری بر حیوان ندارد. زمانی که ما جسد حیوانی مرده رو میبینیم تصور نمی کنیم که مهمترین قسمت از اون حیوان به آسمان رفته. ما میدونیم این مخلوقی که بر روی زمین افتاده یک روزی زندگی میکرده، نفس میکشیده، هر چقدر که زیبا بوده الان یک جسم بیجانه و این دقیقاً مشابه با سرنوشت همه انسان هاست. تمام چیزی که انسان از خودش باقی میذاره یک جسم بیجانه که از خاک اومده و به خاک برمیگرده. در مزمور 49 آیه 12 هم میخونیم: لکن انسان در حرمت باقی نمیماند، بلکه مثل بهایم یعنی حیوانات است که هلاک میشود. مانند حیوانات. بله، نویسنده کتاب مقدس در این باره برای ما هیچ شکی باقی نمیذاره. همه ما همچون حیوانی هستیم که میمیریم. روح ما به آسمان میره و جسممون عین جسم حیوانات به خاک بر میگرده. یک تصور اشتباه وجود داره. بسیاری از مردم باور میکنن که هنگامی که میمیرن بخشی از اونها به زندگی ادامه میده. اونا تصور میکنن که انسان دارای یک روح جاودانه که تا به ابد در آسمان زندگی میکنه. اما روح‌ها جاودانه نیستن. بریم به کتاب حزقیال باب 18 آیه 4. در اینجا میخونیم: جان یعنی روح همه به من تعلق دارد، پدر و پسر هر دو به من تعلق دارند، تنها کسی که گناه ورزد خواهد مرد. دیدیم که منظور کتاب مقدس درباره مرگ چیه؟ منظور اون تموم شدن زندگی به صورت کامله. پس ذهن و جسم تباه میشه و به خاک بر میگرده. حتما این احساس به ما دست میده که الان میخوایم کتاب مقدس رو ببندیم یا این سفر رو دور بندازیم و دیگه این سفر رو نخونیم. اما اگه کمی صبر بکنیم میفهمیم که کتاب مقدس کلام خداست و هر چیزی که میگه حقیقته. باید خیلی نادان باشیم که از باور کردن حقیقت امتناع بکنیم، تنها به این دلیل که ما از این صحبت خوشمون نیومده. همون کتاب مقدس که در رابطه با مرگ اینقدر صریح می نویسه به ما امیدی رو میده، امیدی فراتر از قبر، امید به رستاخیزی که عیسی مسیح هم داشت. عیسی مسیح از مردگان برخاست. عیسی مسیح بعد از مرگ خودشو به شاگردان نشون داد و با همون جسم زندگی میکنه و روزی میاد که کسانی که به عیسی مسیح ایمان آوردند و متعلق به او هستند مثل او از قبرها بلند میشن. در رابطه با رستاخیز در درس‌های بعدی بیشتر صحبت میکنیم. اما جهنم کجاست؟ اینطوری که ما تا به الان خوندیم زندگی و مرگ یک رابطه‌ای بین خاک و دم و نفس خدا بود. یعنی یک فرمول ساده: انسان که زندگی میکنه و حیات رو داره تشکیل شده از خاک به علاوه دم خداست و زمانی که دم یا نفس از آدم گرفته میشه جسم خاکه که به خاک بر میگرده. همونطور که در کتاب جامعه و مزمور خوندیم
انسان بعد از مرگ هیچ فکر و خیال و حسدی نداره و هیچ نصیبی از زیر آسمان نمیبره. او به خوابی عمیق میره و دیگه چیزی رو متوجه نمیشه تا زمان بازگشت مسیح و داوری. او زندگی موازی رو ادامه نمیده، بلکه به خواب میره. او هیچ چیزی رو نمیفهمه. جسم او نابود میشه و دم و نفسی که از خدا اومده به آسمان میره و در نزد خدا میمونه تا زمانی که از دوباره در روز داوری به انسان برگرده و در داوری قرار بگیره و اگر گناهکار باشه بعد از آن هم باز خواهد مرد. خدا در کتاب پیدایش باب 2 به آدم نگفت که بعد از گناه کردن به کجا میره. به آدم گفت که تو خواهی مرد. کتاب مقدس در رابطه با مرگ برای سزای گناه صحبت میکنه. حالا در رابطه با جهنم میخوایم صحبت کنیم. جهنم کجاست؟ کتاب مقدس به ما در رابطه با 2 جا در دنیا صحبت میکنه. در مزمور 115 آیه 16 میخونیم آسمان ها از آن خداوند میباشد ولی او زمین را به انسان بخشید. همونطور که از این آیه برداشت میکنیم آسمان منزلگاه خداست و او زمین رو به عنوان خانه برای انسان خلق کرد. اما جهنم چه؟ جهنم کجاست و چه کسانی درش زندگی میکنند؟ قبل از این صحبت کردیم که وقتی انسان میمیره به خاک برمیگرده. او دیگه نمیتونه فکر کنه، نمیتونه احساس بکنه. مثل حشره‌ای که در لای انگشتان له میشه، هیچ حیاتی نداره. انسان هم بعد از مرگ دقیقاً هیچ فکر و خیالی نداره. بعضی از مردم تصور میکنن که افراد گناهکار و شریر وقتی میمیرن برای مجازات به مکانی فرستاده میشن به نام جهنم. اما اجازه بدید ببینیم کتاب مقدس در این رابطه چی میگه. عهد عتیق اولین بار به زبان عبری به نگارش در اومد و بعد از اون به زبان انگلیسی ترجمه شد. کلمه عبری به نام شیئول در عهد عتیق وجود داره که به معنی مکانی سرپوشیده یا قبر هست و این همون کلمه‌ایه که 31 بار به معنی جهنم یا هل ترجمه شده. مکان سرپوشیده به معنی قبره و جالب این که 31 بار دیگه دقیقاً همین کلمه استفاده شده و ترجمه شیئول رو برای قبر استفاده کردن. خیلی جالبه. این کلمه بارها استفاده شد ولی در موارد مختلفی ترجمه های دیگری شد. دلیل این اختلاف ترجمه رو ما نمیدونیم، اما اون چیزی که الان میدونیم این هست که تمام کلماتی که برای جهنم و البته برای قبر استفاده شد کلمه عبری شیئول به معنی قبر یا عالم اموات یا مکانی سرپوشیده است. در نتیجه ما در عهد عتیق کلمه‌ای به نام جهنم به عنوان مکانی که بعد از مرگ وجود داشته باشه در کتاب عهد عتیق نداریم. فقط به معنی عالم اموات هست که قبر هست و در واقع انسان‌هایی که میمیرن در اونجا قرار میگیرن و جسد انسان در اونجا میمونه. همونطور که در عهد عتیق صحبت کردیم که اولین بار به زبان عبری بود، عهد جدید هم اولین بار به زبان یونانی به نگارش در اومد. کلمه حدث یک کلمه یونانی است که در زبان انگلیسی باز هم هل ترجمه شد. کلمه یونانی حدث دقیقاً به معنی شیئول در زبان عبریه. در اعمال رسولان باب 2 آیه 27 دقیقاً همین کلمه استفاده شد. در اینجا می‌نویسه زیرا که نفس مرا در عالم اموات نخواهی گذاشت. با این تصور که میتونه کلمه حدث در زبان یونانی و شیئول در زبان عبرانی به معنی جهنم باشه، پس ما میتونیم این آیه رو به این شکل بخونیم که میگه تو نفس مرا در جهنم نخواهی گذاشت. این کاملا با معنای کتاب مقدس ضدیت داره. در نتیجه کلمه حدث
در عهد عتیق و کلمه شیعول در عهد جدید به معنی عالم اموات یا قبر یا جایی سرپوشیده است که جسد رو در اونجا میگذاشتند. اما کلمه سومی هم وجود داره. در مرقس باب 9 ما در رابطه با کلمه‌ای به نام جهنم میخونیم که البته باز هم در زبان فارسی یا در زبان انگلیسی باز هل یا جهنم ترجمه میشه. در مرقس باب 9 آیه 43 به صورت مثال میخونیم: پس هرگاه دستت تو را بلغزاند آن را ببر، زیرا که تو را بهتر است که شل داخل حیات شوی از اینکه با دو دست وارد جهنم گردی در آتشی که خاموشی نمیپذیرد. اینجا متفاوت هست با کل کلماتی که ما در رابطه با شیعول و حدث صحبت کردیم. در اینجا کلمه جهنم استفاده شده که متاسفانه در زبان انگلیسی باز هم کلمه هل برای ترجمه این کلمه استفاده شد. جهنم نام مکانی است خارج از اورشلیم، مکانی که برای یهودیان بسیار شناخته شده بود. این مکان جایی بود که اسرائیلی ها در اونجا داستانهای زیادی رو داشتند. با هم میریم به ارمیا باب 7 آیه 31 رو با هم میخونیم. در ارمیا باب 7 آیه 31 این چنین مینویسه: و مکانهای بلند خود را در طوف که در وادی ابن حنوم است بنا نمودند تا پسران و دختران خیش را در آتش بسوزانند که من این کار را امر نفرموده بودم و به خاطر خیش نیاورده بودم. وادی ابن حنوم، وادی پسران حنوم. اگر کلمه جهنم رو در اینترنت سرچ بکنید، در ویکی‌پدیای انگلیسی به راحتی میتونید اون رو بفهمید. کلمه جهنم در زبان کتاب مقدس به معنی جهنم یا وادی فرزندان هینومه. عیسی مسیح در رابطه با این مکان صحبت میکرد. در ارمیا، در زمان ارمیا، مردم اسرائیل به بت پرستی رفته بودند و فرزندان خودشون رو در اونجا برای خدایان غیر قربانی میکردن در آتش. بعدها زمانی که اورشلیم در محاصره قرار گرفت، به خاطر اینکه اونها میمردند و جایی برای قبر نداشتن، جسدها رو در همین مکان میسوزوندند. در زمان عیسی مسیح هم این کار اتفاق می افتاد که اسرائیلی ها زباله هاشون رو در اونجا به آتش می کشوندن. در واقع همیشه جهنم، مکانی در اورشلیم، در نزدیکی اورشلیم، همیشه آتش روشن بود برای کارهای مختلفی. همیشه اونجا مکانی بود که مثل برای آتش سوزی دائمی بود. عیسی مسیح انسانها رو از جدا شدن از هر چیز زنده‌ای که اونها رو از خدا دور میکنه آگاه کرده تا اونها رو از مرگ ابدی دور بکنه. در کتاب مقدس کلمات مختلفی برای کلمه انگلیسی ترجمه شده هل وجود داشت که همه اونها فقط به معنی جهنم ترجمه شد که اصلا به معنی جهنم نبود. در عهد عتیق کلمه حدث، در عهد جدید شیعول که به معنی عالم اموات بود و جهنم به عنوان مکانی در جنوب اورشلیم که باز هم اشتباه ترجمه و اشتباه فهمی وجود داشت. هرگز خدا به صورت کاملا رسمی به انسان نگفت که اگه گناه بکنه وارد جهنم میشه، بلکه حکم گناه و مزد گناه موت بود. پس ما الان بعد از گذراندن این درس فهمیدیم که هر کسی که گناه بکنه مرگی ابدی رو داره، اما کسانی که از آن عیسی مسیح هستند و برای خدا زندگی کردند در روز بازگشت عیسی مسیح حیات جاودان رو دریافت خواهند کرد. در مدتی که
همه ایمانداران میمیرند و مردند تا زمان بازگشت عیسی مسیح هیچ چیزی رو نمیفهمند. انسان پس از مرگ زندگی دوباره نداره. انسان بعد از مرگ در جهانی موازی زندگی نمیکنه. انسان بعد از مرگ کاملا به خوابی میره تا زمان بازگشت عیسی مسیح. او هیچ سهمی از زیر آفتاب نخواهد داشت. امیدوارم این درس سوالهای شما رو پاسخ داده باشه و امیدوارم برای ایمان شما در عیسی مسیح و در حقیقت کتاب مقدس مفید باشه. شما رو به خدا میسپارم. خدا نگهدار.